تبلیغات توی اینستاگرام از اون موضوعاتی که هر دفعه من ویدیو درست میکنم یه کامنت حداقل دارم که بهار خانم پس ما چجوری تبلیغ کنیم؟ هی میگی ویدیو میسازم کوپه. اینم همون ویدیویی که قرار بود در مورد تبلیغات بسازم. توی این ویدیو قراره بهتون بگم که اصلا چجوری باید تبلیغ کنین، چه پیجایی رو باید پیدا کنین، محتوای تبلیغاتی چیه و خلاصه 0 تا 100 تبلیغات توی اینستاگرام رو میخوام بهتون بگم. نایس. پس حتما این ویدیو رو ببینین چون به دردتون میخوره. خب آقا سلام علیکم، خوش اومدید به چنل بهوریه. 1000 بار گفتم بازم میگم اگه تا حالا منو سابسکرایب نکردید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید، اون زنگوله کنارش رو فعال کنید. هفته 2 روز دوشنبه و چهارشنبه ها ویدیو جدید داریم و توی این چنل در مورد هر موضوعی که به شما توی سوشال مدیا و یوتیوب و اینستاگرام و خلاصه تولید محتوا و شبکه‌های اجتماعی کمک میکنه صحبت میکنم. خیلی خودمونی و به زبون خودمون دیگه، همسن و سالای خودم. انقدر بگو خودت که خلاصه تا یادتون نرفته این ویدیو رو همین الان لایک کنیم، برام کامنت انگلیسی بذارین که حساباتون نپره و بریم سر وقت ویدیو. من تا حالا توی همه ویدیوهام گفتم که بهترین راه فالوور گرفتن از طریق تبلیغات شاید نباشه. بیشترین راهی که شما میتونین ازش فالوور ارزشمند بگیرین همون اکسپلور رفتن و کار کردن روی محتواتون. اما قطعاً تبلیغات کنار تولید محتوا به شدت برای پیجتون لازمه. یعنی شما اگه تبلیغات نداشته باشین سرعت رشد پیجتون خیلی میاد پایین. برای همین اینکه بدونین چطور تبلیغ کنین و چطور از پولتون بیشترین استفاده رو ببرین یه موضوع خیلی مهم توی اینستاگرامه. قبل از اینکه بریم سر وقت اینکه چطور تبلیغ کنیم میخوام بیام یه قدم عقب‌تر. اوه گرمه. و نکته‌ای رو بهتون بگم که خیلی‌ها بهش توجه نمی‌کنن. قبل از اینکه شما اصلا بخواید برید سراغ تبلیغات باید پیج خودتون رو از همه نظر کامل کنید. یعنی چی؟ یعنی محتوای خوب تولید کرده باشید، حداقل 20 تا 30 تا پست داشته باشید، بهتره که بالای 1000 تا فالوور باشید، روی هایلایت ها، استوریا، لوگوی پیجتون، بایو، روی همه اینا باید وقت بذارید. اگه پیج شما آماده تبلیغات نباشه شما بهترین تبلیغ جهانم بدین، نه جذب دارید، نه فروش دارید، نه برندتون دیده میشه و نه هیچ چیز دیگه ای. پس اولین قدم اینه که شما روی پیج خودتون کار کنید، روی تولید محتوا، روی عکسای با کیفیت، روی استوری، هایلایت ها و خلاصه هر چیز دیگه ای که باعث میشه محتوای بصری شما قشنگ و قابل اتکا باشه. درست گفتم؟ آره نمیدونم. وای گرمه. پس قدم اول این شد که آقا روی پیج خودتون کار کنید. قدم دوم، هنوزم وقت تبلیغات نیست. قدم دوم اینه که آقا شما بیاید خط فکری برندتون رو مشخص کنید. اصلا برای چی میخواید تبلیغات کنید؟ هدفتون از تبلیغات جذب فالووره، هدفتون از تبلیغات فروش بیشتر داشتنه، هدفتون از تبلیغات اینه که برندتون بیشتر شناخته بشه، اسمش بیفته سر زبونا، هدفتون از تبلیغات ایجاد حاشیه است، ایجاد اینه که توی هر پیجی یه اسمی از شما باشه. پس قدم دوم که خیلی قدم مهمیه اینه که شما بیاید هدفتون رو از اون تبلیغ مشخص کنید. توی این بازه زمانی خط فکری برندتون، اون هدف برندتون چی هستش و با توجه به هر کدوم از این چند تا موردی که بهتون گفتم بعدش وارد قدم سوم میشیم. قدم سوم پیدا کردن پیج هاییه که همراستا با همون نکته 2 بود که گفتم، هدف تبلیغ. یعنی چی؟ بذاریم براتون توضیح بدم. آقا یکی هدفش از تبلیغ کردن فقط اینه که فالووراش بره بالا. حالا به هر دلیلی، شاید اصلا پیج فروشگاهی نداره که مثلا بخواد فروش داشته باشه، شاید فقط میخواد خودشو معرفی کنه و مخاطباش بیشتر بشن. پس اگه هدفتون جذب فالوور بیشتر هستش باید برید سراغ پیج هایی که پستاشون یا استوریاشون بازخورد بالایی داره. یعنی چی؟ یعنی آقا تو یه پیجی رو پیدا میکنی، لزوما پیج بلاگری هم نیست، میتونه بلاگر هم باشه، میبینی آقا پستاش خیلی بازخورد داره، ویو خیلی بالایی میگیره. این قطعا به شما کمک میکنه که به همون میزان که ویو بیشتر، لایک بیشتری میگیره پست تبلیغاتیتون یا استوریتون، از اون طرف هم فالوور بیشتری میتونید بگیرید. این میتونه از پیجای عادی باشه، پیجای مجله تور باشه، میتونه بلاگر باشه، خلاصه فرق نمیکنه. اگه هدفتون افزایش فالوور، سراغ یکی از این پیجایی که بهتون گفتم.
اما اگه هدفتون گزینه دوم یعنی فروش داشتنه، باید سراغ اینفلوئنسرها و بلاگرهایی برید که تأثیر خیلی زیادی روی مخاطبشون دارن و این تأثیر زیاد داشتن لزوما این نیست که پیج خیلی بزرگی داشته باشن یا ویوهای آنچنانی داشته باشن. شما میتونید با میکرو اینفلوئنسرها کار کنید، میکرو اینفلوئنسر که شاید حتی فالووراشون زیر 20K باشه، ولی به دلیل تأثیر بالایی که روی مخاطب میذارن برای شما فروش میاره. نایس. اینکه مخاطب کار شما رو توی تن بلاگرش، دست بلاگرش ببینه، اینفلوئنسر محبوبش، خیلی خیلی بهش کمک میکنه که بتونه راحت‌تر انتخاب بکنه و تصمیم گیری رو خیلی خیلی براش راحت میکنه و به شما اعتماد میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه به اون اینفلوئنسر هم اعتماد داره. پس اگه هدفتون فروش هستش، سراغ اینفلوئنسرهایی برید که تأثیر زیادی روی مخاطبشون دارن، به اصطلاح با مخاطبشون دوست هستن. میتونه ماکرو اینفلوئنسر باشه بالای 500K، اصلا 1 میلیون، آدمایی مثل صدف بیوتی، مثل شیما کاتوزیان و میتونه حتی میکرو اینفلوئنسر باشه. اینو باید خودتون رصد بکنین. حالا توی قدم بعدی بهتون میگم. و اگه هدفتون از تبلیغات اینه که اسم برندتون بیشتر شناخته بشه، اسمتون این ور اون ور پخش بشه، باید بهتون بگم برای اینکه برند سازی انجام بدید، بهترین افراد برای تبلیغ کردن شما سلبریتیان. میتونه بازیگر باشه، خواننده باشه، کلا افرادی که مشهور هستن، پیج‌های بالایی دارن و خب مخاطب‌های خیلی خیلی زیادی اونا رو دنبال میکنن. با تبلیغ کردن پیج خودتون توی پیج‌های اونها میتونید برند سازی انجام بدید، اسمتون دهن به دهن بچرخه و کلا این نوع تبلیغات برای برندهایی هستش که فروششون رو دارن، فالوورشون رو دارن و میخوان بیشتر شناخته بشن. معمولا کمپانی‌های بزرگ این کارو میکنن، مثلا مثل سنیچ، مثل رانی، مثل تمام کمپانی‌های دیگه. و اگه هدفتون اینه که حاشیه سازی کنین، هدفتون اینه که توی پیج‌های مختلف از ویدیو و تبلیغات شما استفاده بشه، باید برید سراغ واینرها، سراغ کسایی که محتوای تبلیغاتی براتون درست میکنن. میتونه پیج‌های مجله‌ای باشه، میتونه واینرهایی باشه که محتوای فان درست میکنن و اینجوری میتونین علاوه بر تبلیغ کردن محتوای خودتون رو تبدیل به یه محتوای وایرال کنین که بعداً هم ازش استفاده کنین. Oh my God! Wow! خب بعد از اینکه قدم 2 و 3 رو انجام دادیم، میرسیم به قدم 4 و قدم 4 رصد کردن پیج ها تو همون دسته‌ای که بهتون گفتم. مثلا اگه هدفتون جذب مشتری هستش، بگردید ببینید کدوم اینفلوئنسرها روی مخاطبشون بیشترین تاثیر رو دارن و این پروسه‌ای هستش که باید روش وقت بذارید. چرا؟ به خاطر اینکه منی که پیج فروش شال و روسری دارم با شمایی که پیجتون کار خدمات اتومبیل هستش کاملا متفاوته. برای همین از کسی نپرسید که آقا فلان پیج خوبه برای تبلیغ، بهمان پیج خوبه برای تبلیغ. هر پیجی برای تبلیغ مناسب نیست. شما باید پیجی رو پیدا کنید که مخاطب هدفتون باشه. مثلا اگه مخاطب هدفتون خانمای 20 تا 30 سال هستن، گرمه، برید پیجایی رو پیدا کنید که مثلا در مورد خانه‌داری، مثلا در مورد استایل، مثلا در مورد فشن، مثلا در مورد آشپزی. اگه مخاطبتون آقایون هستن، پیجایی رو پیدا پیج‌هایی رو پیدا کنید که در مورد فکت‌ها و مسائل علمی شاید توضیح میدن. خلاصه تمام اینا برمیگرده به اینکه مخاطب هدف شما کی هستش. یه تایمی بذارید و پیج مورد نظرتون رو پیدا کنید. قدم 5، بعد از اینکه چند تا پیج مختلف رو پیدا کردید، حالا وقتشه که بیاید قیمت‌ها رو با همدیگه مقایسه کنید. مثلا 5 تا پیج خوب پیدا می‌کنید، از هر کدوم قیمت تبلیغات بگیرید، ببینید که کدوم براتون بصرفه تره. قدم 6 که یه جوری با همون قدم اول همراستاه، اینه که شما اگه میخواید توی پیج‌های مجله‌ای تبلیغ کنید، محتوای تبلیغاتیتون رو باید از قبل آماده کنید. ولی اگه برای بلاگرها و اینفلوئنسرها دارید کار میکنید، باید یه متن تبلیغاتی، یه سناریوی تبلیغاتی داشته باشید. این سناریوی تبلیغاتی به شما کمک میکنه که اون بلاگر، اون اینفلوئنسر یا اون مجله بیاد و دقیقاً همون چیزی که شما از مخاطبتون میخواین رو ارائه بده. و خب این باعث میشه که جذبتون یا فروشتون یا دیده شدنتون 100% مطابق چیزی باشه که شما میخواید. وای خیلی گرمم، دارم خفه میشم. قدم 7،
بعد از اینکه تمام این کارها رو کردید با اینفلوئنسر، بلاگر، مجله لینک بشید، هزینه رو پرداخت کنید و حتما از قبل تایم تبلیغتون رو مشخص بکنید. برای خودتون یه دونه تقویم داشته باشید، تایم های مختلف بذارید. سعی کنید همش توی یک روز همه تبلیغات توی یک روز نباشه، مگه اینکه کمپین دارین. اگه کمپین دارین توی روز باشه بهتره، ولی اگه دوست دارید تبلیغاتتون مداوم باشه سعی کنید روزهای مختلف هفته و توی ماه حداقل 10 تا 20 تا تبلیغ رفته باشید. نه 10 تا 20 تا زیاده، همون تا 5 ولی حداقل. و قدم 8م اینه که بعد از اینکه تبلیغتون انجام شد حتما روی استوری هاتون سرمایه گذاری کنید، پست جدید بذارید، به مخاطبای جدیدتون خوش آمد بگین، براشون محتوا بذارین و خلاصه هر چیزی که دوست دارین توی اون تایم بیشتر دیده بشه رو استوری و پست بذارین. آقا همین دیگه. گفتم در مورد این موضوع براتون ویدیو بسازم چون میدونم مشکل خیلی هست. این ویدیو رو بفرستین برای هر کسی که فکر میکنین بهش احتیاج داره. ویدیو رو حتما لایک کنین و من شما رو توی ویدیو بعدی میبینم. همین دیگه. ماش به کله همتون. خدافظ.